خانم ها آقایان، این شما، این یک بهار آفرین دیگه، مسابقه دیگه و آقای کوروش آلادین. باعث افتخاره که در خدمت شما هستم، ولی قرار بود من هم نوازی کنم، منو اینجا آبرومو نبرین. نه من چه قرار بود منو نیارین تو مسابقه. آبروی من میره. خدا نکنه. اگر آبروم رفت از چشم شما آبروی من بره. من میدونستم. ولی واقعا ماشاءالله به پنجه‌های شما قربونتون برم. کیف کردم. شما لطف دارید. دیگه تو دیگه از همه آشناتری با وضع ما در مسابقه. بله. بکش. چیو؟ قرعه. آها. فرق نمیکنه، من هر کاری بکنم تو میخوای منو اینجا جلوی بینندگان محترم. به خدا من اگه اصلا همچین فرق نمیکنه. هر چی من بگم. هر چی شما بگی. نه من میخوام بکشم. نه حالا شما بکش. اجازه میدی من بگم؟ نه. خیلی خوب. جناب آقای کوروش آلادین عزیز. جونم. بخشی از یک ترانه مشهور، یعنی در واقع یک ترانه مشهور به زبان فارسی قدیمی. اینا رو کی ترجمه کرده؟ من نمیدونم. خداوکی خودتون میتونین بخونینش اصلا؟ بله. جواب بده. شما باید حدس بزنید که این کدام ترانه مشهور هست. ببینیم با هم. از خردگاه تا نوک انقوزه ام، در خردگاه تا نوک انقوزه یار است. خودتونم دارین میخندین، نمیدونین چیه. خب باشه. دلشوره دارم. چرا دلشوره داره؟ چون خردگاهش تا نوک انقوزه رفته، در خردگاه تا نوک انقوزه یار. منم بودم دلشوره میگرفتم. به به چی میشه اگر در شبی میشودم ندیگه و اینجاش میشه اگر در شبی که درانیم ریزش آب سپهر را داشته بود. این چیه؟ چقدر لطیف و احساسی. یک سایبان مرطوب، ساحل و تفرج کردن شیداوار. بر بر نگاه میکنم به دیدگان خمارت، تارکم را بر کولت مینهم بی تمسک. من انقدر دلم میخواست یه بار تارک تو بذاری رو کولم بی تمسک. نه واقعا این چیه؟ این عزیز من دوباره میخونم. از خردگاه تا نوک انقوزم. انقوزه من کجاست؟ انقوزه تو رو نمیدونم ولی واقعا انقوزه چیه؟ ببین انقوزه میشه انگشت، میشه نوک انگشت. خب از خردگاه تا نوک انگشت. در خردگاه دست در دست تو مثلا. چه مزخرف. خودشم گفتم از ضایع کنی. از خردگاه تا نوک انگشت. من تا حالا به نوک انگشتم به چشم انقوزه نگاه نکرده بودم، وگرنه اینقدر براش احترام قائل نبودم. حالا اون هیچی. خردگاه من کجاست؟ ببین من نمیدونم مالی تو کجاست، ولی خردگاه من این مچ دستم میشه. مچ تا انگشت. پس آره از مچ تا تا انگشت در مچ تا انگشت، دست در دست یار. خب این هیچی. دلشوره دارم. دلشوره داره دیگه. به چی میشه اگر در شبی که در آنیم ریزش آب آسمان، یعنی بارون بیاد. خب ریزش آب سپهر. فکر کن گزارش وضعیت هوا امشب آسمان تهران ریزش آب سپهر داریم و چقدر لطیف. خیلی هم شدید امشب قراره که ریزش آب سپهر داشته باشیم. اصلا سیل را میفته. چه میشه اگر در شبی که در آنیم. آقا یه دونه واژه کدومش رو دوست داری؟ به چی میشه اگر در شب آنیم؟ در شبی که در آنیم ریزش آب سپهر داشته باشیم که بارون بیاد. سپهر میشه؟ اما میپرسی براسون مترجم بپرس. لطفاً از سپهر بپرسین برف چیشه؟ برف کجای سپهر؟ خب چقدر لطیف و احساسی. یک سایبان مرطوب میشه یه چتر، چه زیبا زیر چتر، ساحل و تفرج. آقا یه راهنمایی اشکان. آقا باشه دیگه، چرا عصبانی میشه؟ یکی از اینا رو بگو برات ملودی. نه یه ذره ملودی شو بزن. نه. ببین الان یکی از اینا رو انتخاب کن. ساحل و تفرج کردن شیداوار. بر نگاه هم میکنی به دیدگان خمار. خیره دیگه. خب باشه.
تاروکم بر کولت مینم بی تمسک، تاروکم را بر کولت آقا از اون خوردن از اون به به چی میشه اگر در شبی که درونیم، اونو که میدونم چیه، ولی از خوردگاه تا نوک انقوزم اینو برای من برگردون. دوستان از خوردگاه تا نوک انقوزه کوروشیان رو دستم. گفتم اونم دستم در دست یار. دستم تو دست یار، دل شوره دارم، به به چی میشه اگر که بارون بباره. اینو من اصلا نشنیدم که تو میخونی، بزن به نام خودت. خودم دارم میخونم. یه ترانه مشهوره. شما مگه واقعا شنیدی؟ راهنمایی کن بگو کی خونده؟ خوانندش خیلی مصوت ها رو هاو میگه. هاو میگه؟ هر جا مصوتی هست هاو میگه. دستم تو دست یار. میخوای یکی دیگرم برات برگردونیم به زبان دلشوره دارم هم بزنیم. دلشوره دارم، دلشوره داره نه دیگه. بابا اون دلشوره. قلبم چه بیقرار، دستم تو دست یار، قلبم چه بیقرار، به به چی میکشی. اون ور داره اشکان خودشو. خب چی بگم؟ دستم تو دست یار، قلبم چه بیقرار. ببین خواننده ایرانه یا خارج از ایرانه؟ اوکی، من محاله پس شنیده باشمش. نگو، باور نکن این کارو. جدیده یا قدیمیه؟ نه نسبتا خواننده جدیده. خب جدیده که اصلا نشنیدم. چرا تو مگه چته؟ من نه چه نیست. دستم تو دستی داره اشکان داره یه کارایی بزن اشکان. چرا داری فورلیزه میزنی؟ نه درسته. یکی دیگرم آقا، یکی دیگرم شما محبت بفرمایید. باور کن من اصلا استعدادی در این زمینه ندارم. من انقوزت رو میفشارم، اجازه بده که یکی دیگرم شما برگردونی. دستم تو دست یار، قلبم چه بیقرار، به به میشه اگر در شبی که درانیم بارون بیاد. خب ریزش آب سپهر رو چه خوب میشه که تو شبی که درش هستی بارون بیاد. ولی چقدر لطیف و احساسی. یک سایبان مرطوب، چتر خیس اصلا چی هست؟ خب تموم شد، سال تحویل شد کوروش. یه چتر خیس اینم میدونم، ولی ساحل توجه کن دم خب آقا بخونین، من بلد نیستم. نه یکی دیگه شو شما میتونی خب برگردون اصلا برام. یه چتر خیس هم گذاشت، ولی به به چی میشه اگر در شبی رو برگردونی اگه راست میگی. دستم تو دست یاره، اینجوری میخونه. قلبم چه بیقراره، به 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 چی میشه شب. آهنگ من که قشنگتر بود. دستم تو دست یار، قلبم چه بیقرار، به به چی میشه امشب، بارون اگر بباره. چه شاعرانه، یه چتر خیس، دریا کنار و پرسه های عاشقانه. بعد منم رپش میکنم برات. بیا بریم. از خوردگاه تا از خوردگاه تا نوک انقوزم، تو خوردگاه تا نوک انقوزت دلشوره دارم. گفتم میخوای من آبرومو ببری. نه ولی خیلی خوب بود. من فارسیم خوب شد الان در این بحث. اصلا من 50-60 کلمه انقوزم بسیار بسیار. من پیشنهاد میکنم که نه هیچ پیشنهادی ندارم، بریم سراغ مسابقه حروف. آبروم کم رفت؟ آبرو نه، آب سپهر نه آبروم کم رفت الان ناراحتی میخوای یه مسابقه دیگه هم برگزار کنی. قربان شما صاحب آبرو هستی. بله. و با حرف چه باید پاسخ بدی. چه هر چیزی که از شما سوال میکنم با حرف وایسا این یکی به خاطر اینکه از الان بگم چون آبروم رفته میخوام تموم شد دیگه، چیزی ندارم، هر چی برسه به ذهنم میگم. اصلا قرارم همین. آره ولی به خاطر اینکه باید معقول گفتم یه چیزی دامن نمیپوشیدم مثلا، ولی به ذهنم برسه دامنم میپوشم. بسیار خوب. کوروشان کدوم بو برات خیلی خاطره انگیزه؟ چاشنی هم بوی چیزیه بالاخره. دلت میخواست با کدوم شخصیت تاریخی بری کافی شاپ؟ چرچیل. او مای گاد. وقتی دلگیری و تنها چی کار میکنی؟ غربت تموم. ببخش
با چه؟ من هنوز تو مسابقه قبلی هم وقتی دلگیری و تنها بزن براش خب بخون. نه بگو چیکار کنم؟ سوال چی بود؟ سوال اینه که وقتی دلگیری و تنها چیکار میکنی؟ چنباتمه میزنم. چنباتمه میزنی. آفرین. کوروش کجا تو عمل زیبایی کردی؟ چشم کشیدی؟ چیکارش کردی؟ گربه‌ای کرده بس. بسیار خوب، چشمش رو عمل کرده. بدترین عادتت چیه؟ به همه میگم چشم. نه به همه میگم چشم که بده. چشم به همه میگم. چشم. بسیار. از دور شبیه چی هستی؟ چلاق. بسیار. از نزدیک بدتر. وقتی مهمون ناخونده میاد عید دیدنی چی کار میکنی؟ میگم چه کاریه؟ میگم چه کاریه خب که چه کاریه؟ چه کاریه؟ اینو بهشون میگم. چه برخورد گرمی میکنی. از مهمونا با چی پذیرایی میکنی؟ چماق. وقتی ناخونده است. عصبانیت کم. عیدی بهشون چی میدی؟ چغاله. تو سال جدید چی میخوای بخری؟ چمن میخوای بخری؟ برای چی؟ گفتم دیگه من آبرومو بردی. میخوام ببرم. آخه درشتا برات سوا کنم از این زیر؟ چه فرق داشون با اون؟ نمیدونم. نه من وایسه به بعضیا یعنی خالخالیا میدیم به من اینا. من احساس کردم که خالخالی برای شما خوب نیست. این بهتره. عزیزم خیلی ممنونم. دمت گرم کوروش. مرسی که توی این مسابقه همراه مایی. قربونت برم. ماشاءالله چند وجهی. قربونت. دمت گرم. انگوزه بده بهم. انگوزه تو بفشارم. خانم آقایان لبتون همیشه خندون همراه ما بمون.